الحمد لله رب العالمين الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. برادران عزیز و گرامی، خدای مهربان اخلاص‌های ما و شما را، محبت‌های ما و شما را به دین خدا زیاد بگرداند و الله مهربان از محبت ذات خودش، از محبت حبیبش، از محبت دینش همیشه ما را برخوردار بگرداند و خدای مهربان برای ما توفیق عطا کند که تا از بندگی الله مهربان اجرا کرده توانیم. از الله مهربان خواهان او هستیم که خدای مهربان برای ما چنان توفیق چنان عمر نصیب گردان که همراه خودمان یک دست آویز به خانه قبر برده توانیم. خدای مهربان دعای ما همین است که محبت پیامبرت، محبت اصحاب او، محبت آن کسانی که محبت تو را داشتند، خدایا در دلهای ما به همیشگی نگه بدار. الله مهربان تمام برادرانی که از ما در غربت هستند، در غریبی هستند، خدایا کاراشون در برار و برکت ده. خدایا همه مشکلات ها و سختی ها را بالای سرشان دور بگردان. خدایا این تاجیکستان عزیزی ما را، این تاجیکستان محبوبی ما را خدایا آباد بگردان، زیباش بگردان. خدایا چقدر امکانات و شرایط های خوبه برای این دیار ما، برای این ملت ما الله مهربان نصیب بگردان. امروزها که در آبادی، در پیشرفت این ملک ما از کمک ها و از دست یاری بسیاری بندگان دیده می شود، خداوند همگانشون در پناه رحمت و عصمت نگهبان باش. محبت هامون، میل هامون، اخلاص هامون خدای به سوی دینت زیاد بگردان. برادران عزیز و گرامی، من در یک دقیقه های اندک یک صحنه را، یک نشستی را که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همراه اصحابش داشت، علال خصوص همراه چهاریارش داشت که با آنها چه یک صحبت با لذت، چه یک صحبت زیبایی را انجام داد که خدای مهربان رحمت کند ابن حجر عسقلانی را که این شخصیت بسیار شخصیت معروف و مشهور در عالم اسلام، که این حضرت اصلا علی ابن محمد است، با جناب ابن حجر عسقلانی معروف و مشهور هست که این گویم جای تولدش همون عسقلان هست که این بنده خوبی خدا پیروی از مذهب امام شافعی دارد و بسیار عنوانهای بزرگم دارد. این مردک محدث هست، این آدم عالم است، حتی عنوان شیخ الاسلام دارد، حافظ، امیر المؤمنین در حدیث، مفسر است، مؤرخ است، فقیه است. این ابن حجر عسقلانی است.
برادران عزیز و گرامی، کتاب‌های خیلی زیادی، حتی جلال الدین سیوطی میگه عدد کتاب‌های نوشته جناب ابن حجر عسقلانی تا 200 و حتی تا 270 هم میرسد که کتاب‌های مشهور ایشان، یکی از اونها فتح الباری است که این شرح صحیح بخاری است، همچون بلوغ المرام، همچون لسان المیزان، تهذیب و تهذیب، که اینها از کتاب‌های مشهور جناب ابن حجر عسقلانی هستند. اینجا همین حضرت یک مسئله را، یک همون مصاحبه را بگیم، یک نشستی را که با ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حتی اینجا در حتی جناب ابیذر غفاری هم میگه شرکت داشت، یک صحبت بین خود داشتن که حتی در این صحبت برادرای عزیز اینقدر صحبت با لذتی بود که جناب ابن حجر عسقلانی میگه حتی جبرائیل هم آمد شریک شد و حتی بعد جبرائیل آن چیزی را که از خودم ابراز کرد، حتی با از نزد خدای مهربانم برای این محفل گویم بسیار یک مصلحت زیبای دیگری را آورد. یعنی گویم این بسیار شنیدنی است. برادر عزیز خوب گوش کنین، بنده خدا اینها را جمع کرده است تا ما از اینها بهره برداریم، گوش اندازیم تا به اینها پایبند شیم و میل و محبت با به دین خدا زیاد شود. این چی محفل باشد که حتی جبرائیل هم آمده در این محفل یا در این مصاحبه آمده اشتراک کرده. برادرای عزیز آورده است ابن حجر عسقلانی که پیامبر نازنین من گفته بوده است حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب و النساء و جعلت قرة عین فی الصلاة. ابن حجر عسقلانی گفتن پیامبر نازنین گفتن که در بین اما اصحابش، در بین نفرهایی که من قبلا گفتن میدانین که من از همین دنیای شما، یعنی حضرت هیچگاه به این دنیا میل نداشتم، هیچگاه در این دنیا گویم برادر عزیز دل داده نبودم. بین حتی از سخنش که من دنیا کن، از دنیای شما، زیرا الله مهربان گفته بودش وللآخرة خیر لک من الاولی. ای محمد صلی الله علیه و سلم، آخرت برای تو از این دنیا بهتر است. از این لحاظ میگه من از این دنیای شما سه چیز را دوست میدارم. برادر عزیز وقتی پیامبر نازنین چیزی را که دوست داشت، دوست داشتن اونم به ذمه ما و شما ضرور هست که ما هم باید دوست داریم. یکم چی گفتن؟ الطیب، دوست میدارم که امت من بوی خوش کند. برادر عزیز امت من بوی خوش داشته باشد، یعنی از خوشبویی ها استفاده کند. امت من گویم خواه زن باشد خواه مرد باشد، چقدر آلفته باشد، چقدر تازه باشد، چه در لباس پوشیش، بینید، چه در خانداریش، چه در مثال خوراکخوریش، در هر کاری که نباشد پیامبر گرامی میگه دوست میدارم که امت من چی باشد؟ امت من تازه باشد، آلفته باشد، خوشبوی باشد. برادرای عزیز میگه بسیاری اصحاب پیامبر وقتی در کوچه می برآمدند، یکی بوی خوش که به مشامشان میزد میگفت از همین کوچه پیامبر گذر کردگی است، که حتی بوی خوشش کوچه را برادر عزیز فرا میگرفت. و همچنان بسیار حضرت آدمی آلفته بودن، خودش بسیار انسانی تازه بودن. برای همین بود که میگفت ان الله جمیل یحب الجمال، خدا زیباها را دوست میداره. ان الله نظیف یحب النظاف، خدا پاکا را دوست میداره. چقدر شما تازه باشین، چقدر آلفته باشین، چقدر شما در خداتان اهمیت بدین.
همه این معنای همین را دارد که پیامبرمون از ما همین عمل دوست می‌دارد که ما باید تازه باشیم، ما باید پاکیزه باشیم. این یکی از چیزهایی بود که حضرت گفت من دوست می‌دارم که خوشبوی باشم و همچنان امت من خوشبوی باشن. برای همین است که هر هفته بین حبیب خدا میگه باید حتما شما در هفته مقصد شما باید یک بار یا دو بار کلی بدنهاتون با صابون تازه کنید. این روز الحمدلله که امکانیت با زیادتر است، ما باید زیادتر خداوند اهمیتی نگذاریم که لباسهای ما بویناک باشد، نگذاریم که بدنهای ما بویناک باشد. شما میدونین حتی عبارای فقهی داریم و فی ثیاب البذله، کسی با لباسی که چیرک است بویناک است نماز خوانه نمازش کراهیت دارد. یکم چیزی را که حضرت گفت دوست می‌دارم، گفت این خوشبویی است. دوم و نساء، دوست می‌دارم زن را برادرای عزیز پیامبر نازنینمان دوست می‌دارد. حالا من قبلا یک برنامه داشتم برای خاطری که همین زندگی زنها را ویران میکنن یا مردکا زنهاشون را احترام نمیکنن. پیامبر ابین میگه دوست میدارم زن را. وقتی حضرت پیامبرمون پرسیدن از همه بیشتر کی را دوست میداری؟ برادرها، ولی امروز اکه گویا که ما آر میکنیم و گویا که ما مثال اکه مردکیم و گویا که اکه ما حیبت داریم و غیرت داریم و در پیش یکدیگر این چیزها را گفتن برای ما عیب است. این پیامبر مکتب غیرت و مکتب جسارت و همه مکتب بگیم رهبر این مکتب ها بود. ولی چی گفت وقتی گفتن از همه بیشتر کی را دوست می‌داری؟ گفت زن عایشه را دوست می‌دارم. گفتن حضرت مقصد ما ای مردکا بود، گفت پدری عایشه را دوست می‌دارم. یعنی وقتی من گویم که زن ما دوست می‌دارم، برادرای عزیز این معلوم شد که پیروی از پیامبرم هست که بسیاری، ولی من در برنامه پیشتر قید کردم، بسیاری از خانواده های ما را نمیفارد که من گویم که زن ما دوست می‌دارم یا میترسم که اگر در پیش کلانتران بگم که من زن ما دوست می‌دارم، حالا که پیامبر بین از هیچ کس نترسید. چیزی که مسئول بود گفت که من عایشه را دوست می‌دارم. دویم چیزی که برادرای عزیز و گرامی پیامبر گفت من دوست می‌دارم این زن است. زنهاتون برادرای عزیز دوست بدارید، زنهاتون برادرای عزیز احترام کنید، زیرا پیامبر دوست می‌داشت، پیامبر احترام می‌کرد. سوم و جعلت قرة عین فی الصلاة. دیگه چی بود؟ سوم چیزی که دوست می‌دارم همیشه گوهرک چشمم فدای نماز. برادر عزیز، یعنی همیشه در داخل نماز ایستادن، دستکام بندم، بین طریق خشوع و تضرع در پیشگاه خالقم گذارم و الله مهربان و عبادت کنم، در پیشکش راست ایستم، الله مهربان و تعریف کنم، رکوع کنم، سجده کنم. حتی میگه گوهری چشمم، نور چشمم فدای نماز باد. سه چیز را حضرت در بین اصحابش گفت دوست می‌دارم، فراموش نکنید. یکی خوشبویی، پاکیزگی، تازگی. دو، دوست می‌دارم خانوم ما دوست می‌دارم، زن ما دوست می‌دارم، اصلا مادر دوست می‌دارم، زن دوست می‌دارم، نه به خاطر شهوت چرانی، بلکه به خاطر که اینها بگیم یک نقش مهمی در جامعه ما دارد. سه، دوست می‌دارم که همیشه پایبند نماز باشم، همیشه در پیشگاه خالقم آفریدگارم دستام بستگی و او را اطاعت عبادت کنم. پس معلوم شد که سه چیزی را که حضرت دوست داشت ما هم دوست بداریم. بعد از آن پیامبر پرسید از ابوبکر، ابوبکر تو چی را دوست می‌داری؟ جناب ابوبکر چی گفت؟ برادر عزیز، جناب ابوبکر گفتند
حبب الی من الدنیا ثلاث. حضرت گفتن چگونه ای که شما سه چیز را دوست داشتین، منم سه چیز را دوست می‌دارم. یک، النظر الی وجه رسول الله. دو، و انفاق مالی علی رسول الله. سه، و ان یکون ابنتی تحت رسول الله. برادر عزیز، ابوبکر صدیق ببینید، آخه صدیق بود. این حقیقتا بهترینی بنده خدا بعد رسول الله که عقیده ما و شما اهل سنت همین است، این ابوبکر صدیق است. این حقیقتا صدیق بود. حقیقتا این یار غار بود. حقیقتا این محبوبیت داشت. ببین حضرت چی میگن؟ حضرت چی را دوست می‌داری؟ یکم، میخوام همیشه در یکم چهره زیبای تو را بسیار تماشا کنم. یعنی هیچگاه نمیخوام که چشم از نگاه نظری تو کندگی باشد. دوست می‌دارم که در چهره زیبای تو نگاه کنم. دوم، دوست می‌دارم که هرچی از مالی که جمع کردم و پسنداز دارم برای نصرت دین تو ای پیامبر گرامی همشه فدای جان تو کنم، همشه فدای دین تو کنم. سه، دوست می‌دارم که دختری من عایشه در نکاح تو باشد. برادر عزیز، به هر سه آنچه که دوست می‌داشت ابوبکر صدیق موفق شدن. خوش به حالشون برادر عزیز. چی محبوبیت داشتن، چی قدر جان فدایی داشتن، چی بنده‌های خوشبختی بودن که حیاتشون با پیامبر گرامی سپری کردن. خسر پیامبر ببینید، پیامبر نازنین دخترش ابوبکر صدیق دختر ابوبکر صدیق عایشه را دوست می داشتن. ببینید پیامبر عایشه را دوست می دارد. امروز ما برادرای عزیز خلاف راه پیامبر رفتیم. ولی بسیاریان یک زن میگه مرا زنگ زد، گفت همین مردکم فقط میگه که زن دویم و سوم گرفتن سنت پیامبر. من بر او گفتم احترامی من سنت پیامبر نیست؟ آیا مقصد تأمین خانوادت خوب کردن سنت پیامبر نیست؟ آیا با زبان شیرین قطعی صحبت کردن سنت پیامبر نیست؟ آیا پدر و مادر مرا یک همچون به حیث مهمان فیرات کنی در خانه احترام شو کنی، این سنت پیامبر نیست؟ فقط همین زن دویم سنت پیامبره. گفتم آفرین به شما، آفرین به همین زنهایی که با سوادن، زنهایی که مقصد دانش دارین، خواندگی، تعلیم دارین. آفرین به شما. این گپی شما گفتم بنیایت گپی بلند است، بنیایت گپی بلند است. ولی من در بسیاری از موضوع میگم که وقتی ما دعوا میکنیم سنت پیامبر میگیم، محبوبیت ما به سوی پیامبر مثال دایم زم میکنیم که ما پیامبر جان مانده دوست میداریم، میدونیم که پیامبر چی در زندگی با عایشه چه خیل بود. ببین ما یک اندکش از کتاب احیاء العلوم امام غزالی میگه که پیامبر میگه صلی الله علیه و سلم هرگاهی که طعام خوردن میشید عایشه را دعوت میکرد، به عایشه طعام نمیخورد. وقتی لبی دسترخوان می نشست حتما در کنارش عایشه را میشینند. شما کردارای حضرت با کردارای ختان موافق کنید. سه، میگه وقتی عایشه یگان استخوان میگرفت میخواید گوشتاشا در زمین میماند، پیامبرمون همون را میگرفت دوام میداد. عایشه مادرمون میگه پاش حضرت دراز میکرد و سرش میگه در پیش بر من میماند و خواب میکرد. این بود زندگی پیامبر نازنین با عایشه. این برادرای عزیز، این معنای چیه؟ این کارهای پیامبر همش به خاطر هوا و هوسش نبود. قرآن میگه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. چیزی که پیامبر کرد همش از آسمان، از نزد الله مهربان فرمایش میشد. برای همین سه چیزم ابوبکر صدیق دوست داشتن. ما با میگردیم تکرار، پیامبر خوشبویی را دوست می‌داشتن، زنشان را دوست می‌داشتن، نماز را دوست می‌داشتن. از ابوبکر پرسیدن تو چی را دوست می‌داری؟ گفت یک،
همیشه در جمال زیبای تو نگاه کردن. 2 مال ما برای نصرت دین تو صرف کردن. 3 دخترم عایشه در نکاحت باشد. بعد از آن با عمر مراجعت کردن. عمر تو چی را دوست می‌داری؟ حضرت عمر چی گفتن؟ خب گفتن راست گفتی ای پیامبر نازنین آن چیز شما دوست می‌داشت و راست گفتی برادرم ابوبکر صدیق. منم گفتن از این دنیا حب به الی من دنیا ثلاث، منم 3 چیز را دوست می‌دارم. 1 الامر بالمعروف، 2 و نهی عن المنکر، 3 و ثوب الخلیق. برادرای عزیز، حضرت عمر چی را دوست می‌داشتن؟ 1 امر به معروف را دوست می‌دارم، یعنی در کجایی که نشینم میخواهم که مردم به سوی نیکی دعوت کنم. امر معروف یعنی به نیکی دعوت کردن. امر معروف. 2 نهی منکر. دویم چیزی که دوست می‌دارم از آن چیزی که خدا بندگان شما کرده است میخوام به گوش بندگان خدا رسانم که خالق شما رازق شما همین کاری که تو کردی همین را من کردگی است. 3 پوشیدن لباس هایی که بسیار عادی هستند، خاکسارانه هستند. دوست می‌دارم که لباسم از همین باشد. خدای مهربان از جناب عمرم راضی باشد. عمرم برادرای عزیز در بین چهاریار پیامبر بسیار خدمت‌های عالی کردگی‌اند، بسیار خدمت‌های کلانی را انجام دادگی‌اند. در دوام قریبمون 10 سال بیشتر خلافتش بی‌نهایت این شکست ایمپریاهای بزرگ، چه ایمپریای فارس و ایمپریای روم، همه به دست حضرت عمر شد. چقدر آبادی ها، چقدر پیشروی ها، چقدر عدالت در بین مردم، همه از برکات حضرت عمر بود. برادران عزیز، حضرت دوست داشتن چرا؟ امر معروف، نهی منکر و پوشیدن لباسی خاکسارانه و لباسای بگیم چشم ناگیر. بعد از آن حضرت رو به سوی حضرت عثمان آوردن. عثمان تو چی را دوست می‌داری؟ حضرت عثمان چی گفتن؟ گفتن دوست می‌دارم حب به الی من دنیاست، منم 3 چیز را دوست می‌دارم: اشباع الجیعان و کسوت العریان و تلاوت القرآن. حضرت عثمان که مردک غنی بود، مردک ثروتمند بود، مردک مالدار که بود، برادر عزیز ببین چی گفت؟ دوست می‌دارم که در کجا یک گرسنه باشد میخواهم که شکمش سیر کنم. 2 در کجا یک آدم بی لباس باشد لباسش پوشانم. 3 همیشه میخواهم که قرآن تلاوت کنم. این جمع آوری قرآن هم در دوره حضرت عثمان شد. قرآن به یک کتاب مکمل تبدیل یافت و در بالای قرآن هم گویم کشته شد. چگونه یک پیامبر نازنین گفت که تو بر آیت فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم در همین آیت میرسی تو را به قتل میرسانند. همچنانم حالا میگه دمو قرآن عثمانی که الله داناست در لینینگراد است یا در تشکیل است، میگه در بالای همون آیت خون حضرت عثمان ریختگی است. حضرت عثمان بسیار عاشق قرآن بودن، هم کتابش کرد و هم همیشه تلاوتش میکرد. او 3 چیز را دوست میدارم: گرسنه ها را شکمشون سیر کنم، نفرهای بی لباس لباس پوشانم و 3 همیشه قرآن بخوانم. برادرای عزیز، وقتی من در ابتدا گفتم سنت رسول الله را باید ما دوست بداریم، سنت های چاریارش هم باید دوست بداریم. پیامبر و عز و علیها بی نواجیز گفته است سنت های چاریاری من با دندان ها تان بداره، یعنی همیشه با سنت های چاریاری من باشه. خوش به حال ثروتمندای ما که بین پیروی ای حضرت عثمان میکنن. برادرها باور کنین در زمانی که حضرت عثمان حیات بود، میگه یکی اگر در یک معرکه یک نفری را میپرسیدن، میگفتن زنداری؟ میگفت نه ندارم. برای چی نداری؟ خیلی کم ترک امکانیتم نیست. میگه مردم حیران میشید، میگفت چی عثمان در کجا است که این مردک بیزن گشته است؟
алакай бародарои азиз, усмон аз зумраи нафарҳое шид ки ҳатто як нафар агар белибос мемон мегуфтанд чи усмон дарак надорад. агар як нафар бехирока мемон мегӯ усмон дарак надорад. кош бародарои азиз, шумо ҳам дар ҳамон маҳаллаҳои худтон, дар минтақаҳои худтон аз зумраи касоне шин ки тамоми гуруснаҳо, тамоми белибосҳо ҳамеша ва ҳамеша дар ҳаққи шумо дуогӯ бошанд ва шумо аз ҳоли онҳо ҳамеша хабаргирӣ кунед. ман ҳамҷа як қисса ба ёдам омад. мегумод мегзарам сухани ҳазрати алида ки али чира дӯст медошт. мега як нафар дар як ҳамсояша тақтақ кард. ҳамсоя баромад, гуфт бародари азиз, эҳтиёҷи ба 100 сомонӣ дорам. мегӯяд омаду 100 сомона бурда дар дасти ҳамсоя доду гашта омаду назди оилаш, назди хонумушда гирья кард. занаш гуфт хай, гуфт ҳамон надорӣ ва чаро мақсад мебарорӣ метӣ? ина ки додиш баъд гирьяра мегирӣ? ё мақсад хай ҳами қаҳинар дорӣ, чаро мақсад пулуш метӣ? охӣ гирья наку мақсад. гуфте занак, ман барои он гирья намекунам ки ман ӯра 100 сомон додам. ман барои он гирья мекунам ки ман аз ҳоли ӯ огоҳ нашуда, ӯ бояд ба хонаи мара наомада, бояд ман кори ӯра буд мекардам. ман аз ҳоли ӯ бояд даракдор мешудам. инҷа гирьяи ман бар он аст ки ман аз ҳоли ӯ огаҳӣ пайдо накардаму ӯ худ хеста барои муроҷиат пеши ман омад. бигзор бародарои сарватманд, худои меҳрубон шуморо мол додааст. шумо тид вақте ки мебарен ин имкониятам, оли моли усмон зиёдшавиш ами ҳисоб буд ки медод, иса алло медодаш. зеро худо худош гуфтааст анфиқ юнфақ, буте метмуд. ҳазрати усмонам ин се чизро дӯст медошт. ба ҳазрати али муроҷиат кард. гӯ али ту чиро дӯст медорӣ? ҳазрати али чӣ гуфтанд? гуфтанд ҳубиба илай мина дунё салос, мисли ҳами бародарон манам се чизро дӯст медорам. якум алхидмату лиддаиф ва савму фи сайф ва зарбу бисайф. ҳазрати али бародарои азиз, домоди пайғамбари нозанинмон, шавҳари ҳазрати фотима, падари имом ҳасан имом ҳусайн. бин ҳазрат чӣ мегӯяд? мега якум дӯст медорам ки агар як меҳмон хонам бияд, барои меҳмон хизмат кунам. бинин, барои меҳмон хизмат кунам. ду, рӯза бидорам дар тобистон, зеро ки дар тобистон рӯза доштан мушкил аст. рӯза бидорам дар тобистон. се, шамшерша мегӯяд, гирифта гуфт, бо ин шамшер гуфт, кори он душманҳое ки бар дини ту душманӣ мекунанд, ба шариати ту душманӣ мекунанд, кори онҳоро ба ин кордум ба анҷом барасонам. ҳазратам се чиза дӯст доштанд. баъд бародарони азиз, баъд аз он мегӯяд, ҷаноби ибни ҳаҷари асқалонӣ мегӯяд, фабайнаҳумо фи залика из ҷаа ҷибраил алайҳи салом. мега ҳамин замон вақте суҳбатҳои ноки буд шид, он чи аз дӯстдориҳошон ки доштанд, ҳамин замон мега буд ки ҷабраил нозил шуд. ва қол, баъд ҷабраил ба пайғамбармон чӣ гуфт? арсалани, гуфт аллоҳ таборака ва таол ламмо самиъа мақолатакум ва амарака ан тасъалани амма уҳиббу ин кунту мин аҳли дунё. баъд гуфт аллоҳи меҳрубон мара равон кард ай муҳаммад, ва аз он чизе ки дар инҷа шумо гуфтен, хоб ҳама инҳо гӯш карда шид. ва худои меҳрубон амр кард ки бар муҳаммад бигӯ ки агар ҷабраил аз мардуми аҳли дунё мешид, чиро дӯст медошт? пайғамбар мо гуфташ, ҷабраил бародар, агар ту аҳли дунё мешидӣ, ту чиро дӯст медоштӣ? ҷабраил чӣ гуфт? фақола ма туҳиббу ин кунта мин аҳли дунё. фақол иршоду золин ва мувонасату лғурабои лқонитин ва муованату аҳли аяли лмуъсирин. ҳазрат ҷабраил гӯ агар ман аз аҳли дунё мешидам,
سه چیز من هم دوست می داشتم. یکم کجای در یک آدمی گمراه است، کجای در یک آدمی بیخبر است، کجای در یک آدمی که مقصد کی بودن و چی بودن خودش نمیداند، بهر چی آمده است، باید چی کار کند. یعنی یک آدمی گمراه میخواهم که در هدایت او واسطه شوم، در هدایت او سبب شوم. یک. دو، در کجایی که یک آدمی پای با عبادت است ولی غریب است، میخوام که همراه اونها باشم. سه، و دوست میدارم در کجایی که یک آدمی بیچاره و کمبغل و ناتوان است، از مال و از داراگیم اونها را کمک کنم. اینها را جبرائیل دوست داشتن. بعد از آن و قال جبرائیل علیه السلام یحب رب العزة جل جلاله من عباده ثلاث خصال. گفت خدای مهربان سه عمل از بندگانش دوست می‌دارد. سه عمل از بندگانش دوست می‌دارد. یکم، نگاه داشتن امانت. یعنی یک آدمی از سخن پیشت امانت میماند، مال و ملکش امانت میماند، امانت را خیانت نکردن، الله این خصلت از بندهاش دوست می‌داشتد. دوم، والبکا عند الندامه. دوم، گریه را وقتی که در کرداراش پشیمان میشه و پیش خداوند گریه میکنه، همین گریه را هم الله دوست می‌داشتد. سوم، و صبر عند الفاقه. سوم، وقتی که شما در حالت تنگ دستی میزنین، در حالت مشکلات میزنین و صبر میکنین، این حالت چی هست؟ این حالت هم خداوند این گویم عمل ما را، این کردار ما را که صبر هست دوست می‌داشت است. در یک روایت دیگر دیدم برادرها، اینجا صحبت من تمام می‌شود. در یک روایت دیگر دیدم که ابوذر غفاری هم در همونجا بود است. پیامبر از ابوذر هم پرسیدند ابوذر تو چی را دوست می‌داری؟ ابوذر چی گفت؟ گفتن که سه چیز را، الجوع و المرض و الموت. دوست می‌دارم گرسنه باشم، دوست می‌دارم بیمار باشم، دوست می‌دارم که در قید همین حیات نباشم. پیامبر گفت که ابوذر برای چی گفت؟ یعنی این چیزایی را که تو دوست می‌داری، بسیاری از بندگان خدا میگه خدایا پناه طلب میکنیم از گرسنگی، از بیماری، از مقصد مردن، تو چرا اینها را دوست می‌داری؟ برادرها، ابوذر غفاری چی گفت؟ گفتن لیوریخ قلبی و یخف ذنبی لألقی ربی. گفتن یکم این است که وقتی که آدم گرسنه ماند قلبش بسیار ملایم می شود. انسان وقتی بیمار شید خدا با طفیل بیماری گناهاش می بخشد و وقتی که از دنیا را پدرود گفت با پروردگارش ملاقات می شود. خدای مهربان، این صحبتی را که من داشتم که یک صحنه بود برادر عزیز، یک لحظه که نشسته که تا جبرائیل آمده در اینجا اشتراک کردن. خدای مهربان بعد شنیدن این صحبت ها و این محبوبیتی که پیامبر نازنین من داشت، اصحاب او داشت، خدایا توفیقی پایبند شدن نصیب مکن. خدای ما را از زمره کسانی بگردان که آنچه که اینها دوست داشتن ما هم دوست بداریم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين.